به نام خداوند مهربان. سلام دوستان گرامی. در حلقه گذشته درباره علامت‌های ظهور پیامبر علیه السلام صحبت کرده بودیم. امروز صحبت ما درباره تولد پیامبر تا بعثت است و ما بعض جنبه‌های حیات پیامبر رو گلچین میکنیم و از آن برای شما درس و عبرت‌ها رو بیان میکنیم. اما پیش از آن که درباره تولد صحبت کنیم، درباره بعضی از ارهاصات‌های صحبت میکنیم که آنها اصل و اساس در کتاب‌های سیره ندارند. مثلا گویی که وقتی پیامبر علیه السلام تولد شدند 14 ستون ایوان کسری افتاده است، ایوان خسرو شاه ایران، یا اینکه آتش زردشتیایی که چندین هزار سال در میگرفت در اون شب خاموش شده از خود، یا اینکه بعضی کلیساها فرو رفته‌اند و غیر از روایت‌هایی که اصل و اساس ندارند و نباید این چیزها گفته شود و به آن یگان اعتماد نیست. اما درباره تولد پیامبر علیه السلام باشد، پیامبر علیه السلام روز دوشنبه تولد شدند، چه که در روایت مسلم آمده است، و 12 ربیع الاول و در سال فیل تولد شدند، چه که روایت قیس بن مخرمه هست در ترمذی میگه که من و پیامبر همسال هستیم، هر دو ما در سال فیل تولد شده ایم. در مصنف ابن ابی شیبه آمده است که عبدالله ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری میگن که پیامبر علیه السلام روز دوشنبه تولد شدند و در روز دوشنبه معراج رفتند و در روز دوشنبه هجرت کردند و در روز دوشنبه وفات کردند. و حکمت الهی اقتضا کرد که پیامبر علیه السلام یتیم تولد شوند و یتیم تولد شدن پیامبر هم حکمت های زیاد دارد. دوستان عزیز، پیامبر علیه السلام وقتی که یتیم تولد شدند، تربیه پیامبر را، تربیه روحی و معنوی پیامبر را خود الله تعالی به عهده گرفت و در سوره والضحی میگوید که الم یجدک یتیما فآوی، آیا ما تو را یتیم در نیافتیم سپس تو را به پناه خود گرفتیم، تربیه تو را، تربیه معنوی تو را به عهده خود گرفتیم. گرچه که تربیه مادی به عهده باباشون بود، تربیه مادی پیامبر به عهده بعد عمکشون شد، اما تربیه معنویشون چه گفتیم به خود الله تعالی بود. وقتی که پیامبر علیه السلام یتیم تولد شدند، پیامبر در بادیه بنی سعد کلان شدند، در اونجا 4 سال زندگی کردند و در خانه حلیمه سعدیه. اکنون میگن که چرا پیامبر در اونجا کلان شدند؟ چون که در مکه اگر کلان میشدند در زیر گویم که قنات باباشون یا زیر قنات عمکشون کلام میشدند که بابا و عمک پیامبر یکی از شخصان اعیان و اشراف و نخبگان و اریستوکرات های مکه شناخته میشدند، بعد شاید انسان های میاندن دعوا میکنن که ها این محمد از کودکیش بابایش در نهاد و در وجودش میانداخت که تو اشراف زاده هستی، تو از جمله نخبگان هستی، تو باید شأن و شرف داشته باشی، تو باید فلان کنی. بنابراین الله تعالی از محیط عائلوی پیامبر را برد به بادیه بنی سعد و تربیتش را به عهده خودش گرفت. پیامبر علیه السلام را الله تعالی منت نهاده، میگوید که الم یجدک یتیما فآوی، و بعد از اون میگوید که وجدک ضالا فهدی، ما تو را رهگم زده یافتیم، ما تو را رهگم یافتیم و تو را هدایت کردیم. یعنی که در یک محیط زندگی میکرد که محیط اخلاقش پست بود، محیطی که در مسئله عقیده و فکرانی، یعنی محیط بی‌سر و سامانی بود که هر خیل عقیده ها اونجا وجود داشتند و تو اون محیط را خوش نداشتی، از اون محیط خوشت نمی آمد، میخواستی که یک راه یابی از این محیط بیرون شوی و ما بودیم که تو را هدایت کردیم و تو را راهنمایی کردیم و اخیراً به رسالت خود برگزیدیم. اشاره کردیم که پیامبر در بادیه بنی سعد کلان شدند و در بادیه بنی سعد قدوم پیامبر یک برکتی را آورد. خود حلیمه میگه که وقتی که من این کودک گرفتم با وقتی میبردم مرکب، من یک مرکب لاغر بود، یک مرکب خراب بود که راه بزرگ راه میگشت. وقتی محمد رو گرفتم میگه مرکب من از همه پیش رفت، شترهای ما شیردار شد، شیر بسیار میدارگی شد. خودی من میگه که یک کودک دیگری شیرمک داشتم که سینه هم بزرگ شیر میداد، بعد محمد رو گرفتن سینه من پر از شیر شد و خودی بادیه نیز یک بادیه سبز و خرم شد که گوسفندای ما میچریدن می اومدن و از اون همون ما از شیر آنها نیز استفاده می‌بردیم و کودکای ما استفاده می‌بردن و برکت محمد رو ما احساس می‌کردیم. میگه یک حادثه دیگری که در حیات پیامبر علیه السلام شده گذشته بود، این حادثه شق الصدر است. ما در حلقه گذشته در اون اشاره کردیم، همچون یک زمینه سازی برای بعثت پیامبر علیه السلام. این در سن 4 سالگیشون به وقوع پیوست. پیامبر در بادیه با همراه کودکا
بازی میکردن. خیلی که وقتی صحابه و پیغمبر درباره همین شق و صدر پرسیدن گفتن که ما به همراه کودک‌ها بازی میکردیم، فرشته ها آمدن، یعنی که به صورت انسان آمدن، ما رو گرفتن به زمین انداختن و سینه ما رو شکافتن، از اون دلم رو بیرون کشیدن میگن و در تستی که از طلا بود و آب زمزم و برف دل ما رو شستن و یک خمپاره رو از اون گرفتن و گفتن که این نصیبه شیطان است و اون رو گرفتن و پرفتن و سینه ما رو از نو دوختن و باز رفتن. اینجا دوستان وقتی میبینیم یعنی که مسئله فقط همون یک خمپاره رو گرفته رفتن نیست. اگر به یک عملی جراحی یا که حسی مادی یعنی اگر گرفته شود و چیز نصیب شیطان دور شود، یعنی که هر یک انسان به این توان دارد، مثلا خصوصا در زمان ما که علم پیشرفته است میتونه که دل خودش یک عملی جراحی کند، هر یک اوباش میتونه که بعد خودش به یک فرشته تبدیل کند. نه، این یک عملی جراحی حسی بود تا اینکه مردم در آینده وقتی شنوند قبولشون به رسالت آسانتر شود و الا این یک آماده سازی پیامبر به اسمت، بیگناهی و به وحی بود. یه حادثه دیگری که در وقت کودکشون شد، این سفرشون به شام همراه عمکشون بود که در اون وقت یا 9 ساله بودن یا 12 ساله، 9 تا 12 در روایت آمده است. اونجا وقتی که میرفتن در راه در شهر به نام بصرا که امروز واقع است بین اردن و سوریه، در اونجا یک منستری وجود داشت که به بحیرای راهب تعلق داشت. اونجا بحیرا وقتی که تاجرای از حجاز آمده رو دید، اون رو پیشواز گرفت، استقبال کرد و عادت نداشت که اصلا پیشواز رو استقبال کند، برای اونها طعام ساخت و درباره پیامبر علیه السلام پرسید و گفت که این پیغمبر آخر زمان است، برای این سفر کردن به شام خیلی خطر است، زیرا که اونجا یهود شاید سوء قصد میکنند یا اینکه بیزانتیا به جان این سوء قصد میکنند، بنابراین اینو گرید و به مکه برید. گفتن چرا؟ چون که من دیدم که بالی سر از ابر سایه میافکند و درختها به او سلام میدادند و این پیامبر آخر زمان است که در کتاب‌های ما علامت او ذکر شده است و پیامبر به مکه بازگردانده شدند. مثلا همین قصه بحیرایی که گفتیم موضوع، یکی از خبرشناسای به انصاف فرانسه کتاب به نام مؤلف قرآن تألیف کرد و مؤلف قرآن رو بحیرا معرفی کرد. یعنی گویا که پیامبر در همون 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعتی که در اونجا ششتند و با بحیرایی که زبانش نمیدونستند، عرف و عادتش نمیدونستند و یک کودک 9 ساله یا 12 ساله بودن در اکثر حال. یعنی که آیا میشود که یک کودک 9 ساله یا 12 ساله هست در یک نشستی که درازش 1 ساعت 2 ساعت است، یعنی سر یک دسترخوان یک بار نشسته از او علم تورات گرفته باشد، از او علم انجیل گرفته باشد، بعد از اون آمده است و دیگه مردم با اون دعوت کرده است و یعنی که از پشه فیل ساختن. اگر همون کتابش هم بینه، اگر همین کتاب مؤلف قرآن رو میگوید که یعنی که یک فیل حامل شد و پشه تولد کرد، یعنی که قصه اصلا واقعی که اصلش بینید یکون اساسی ندارن. یعنی که در خیلی گفتیم در 1 ساعت، در 1 نیم ساعت، 1 ساعت انسان میتواند که دین سازد. آیا یک صحبتی 1 ساعت رو گرفته اساس گرفته بعد از اون در اطراف اون دین خودش رو سازد. بعضی خبرشناسان فقط برای خاطر سیاه کردن اسلام، فقط برای خاطر اون که این دینی آسمانی نیست، معرفی کردن اسلام، این نمود دروغ ها رو رواج میدن و بازار آن رو خیلی میتسبانند، لیکن البته به نیتشون نمیرسن. این نکته را الله تعالی تاکید میکنه، میگه که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنهایی که به آنها کتاب فرستاده شد یعنی یهود و نصارا پیامبر رو آنچنان میشناسند که پسری خودشون میشناسند، بچهای خودشون میشناسند. بنابراین حضرت عمر وقتی عبدالله ابن سلام یهودیه که بعد در مسلمان شد پرسیده، گفتن که آیا شما پیامبر رو میشناسید آنچنان که بچه‌هاتون رو میشناسید؟ عبدالله ابن سلام گفت بله. ما گفت خیلی که بچه‌هامو بهتر میشناسیم. گفت پیامبر چون که علامتاش در کتابای ما آمده است. این چنین سلمان فارسی که یک آتش پرستی بود، به دین نصرانیت هدایت یافت، بعد از اون از همون نصرانی‌های حق پرست پیروی کرد، اونها با علامت پیامبر گفتند و او اخیراً به دست یهودا افتاد و توسط همین هدایت یافت و از این معلوم میشد که پیامبر علیه السلام صفات‌هاشون در تورات و انجیل آمده بود، زیرا که سلمان فارسی اینقدر مسافه را طی کرد فقط برای خاطر یافتن همین پیامبر، فقط به خاطر پیروی کردن از این پیامبر. یه حادثه دیگر این ازدواج خدیجه با پیامبر است. ازدواج با تشبث خدیجه براه مانده شد. خدیجه پیامبر را خواستگاری کرد چون که میدونست که انسان امین هست، انسان صادق است، راستگو هست، امانتدار است، بنابراین خودش خواستگاری کرد. پیامبر نیز راضی شدند و پیامبر 25 ساله بودند و خدیجه 40 ساله بود.
این هم حکمت های زیادی دارد دوستان عزیز. یعنی که یک مرد وقتی ازدواج میکند با یک زنی که هم نفس باشد، با یک زنی که هم فکر باشد، با یک زنی که تجربه حیات رو آموخته باشد، احتیاج بسیارتر دارد از اون که یک زنی جوانی که جوانتری از اون گیرد که خودی و زن جوان احتیاج به رعایت دارد، احتیاج به عنایت دارد. بنابراین خدیجه برای پیامبر علیه السلام یک زنی هم نفس بود. پیامبر علیه السلام را توجیه هم میکرد، دستگیری هم میکرد، همدردی هم میکرد به پیامبر علیه السلام. یعنی زنی که از پیامبر 15 سال کلان بود. این یک گویم که یک شپوتی از بدهان آنهایی که آن خاورشناسای اوباش و آن خاورشناسای ناانصافی که پیامبر را متهم به شهوت پرستی میکنند، پیامبر را متهم به زن جلابی میکنند، میگن که محمد بسیار زنی را دوست می‌داشت، محمد یک مرد شهوت پرستی بود. مگر یک جوانی که 25 ساله است با زن 40 ساله ازدواج میکند جوان شهوت پرست است؟ جوانی که در یک محیط زندگی میکرد که در آنجا میتوانست که دلخواه زن را برای خودش گیرد، چون که از عائله محترم به حساب میرفت. یعنی که یک جوانی که 25 سال عمر خودش برای زنی که از خودش 15 سال کلان است خزان کرد به گفته مردم. یعنی پیامبر وقتی خدیجه وفات کرد 50 ساله شده بودن، خدیجه 65 سالگیش وفات کرد، پیامبر علیه السلام 50 ساله. اینه که 25 سال عمر خودشون فقط به یک زن گذراندن، در حالی که در مکه عرف و عادت بود که مرد زنهای بی عدد میگرفت. یعنی میخواست 100 تا زن میگرفت، میخواست 50 تا زن میگرفت. در گویم که عرف مکه زن گرفتن یگان محدودیت نداشت، عددی معینی نداشت. لیکن پیامبر علیه السلام فقط حیات خودشون صرف همین زنی کردن که از خودشون 15 سال کلان است و جوانیشون از هم مهمترش 25 سال تا 50 سالگی عین وقتی جوانی هست، عین وقتی قوت و نیرو هست، صرف همین زن کردن. خود این یک جوابی هست برای این خاورشناسان ناانصافی که تهمت‌های زیاد در اطراف پیامبر علیه السلام میکنن. بنابراین پیامبر علیه السلام وفاداری خودشون برای خدیجه بسیار اظهار میکردن. چخیلی که در حدیث بخاری مسلم آمده است، بهترین زنهای دنیا این مریم بنت عمران و خدیجه هست. در حدیث ترمذی آمده است که بهترین زنهای عالم این مریم بنت عمران است، سپس خدیجه بنت خویلد است، بعد اون فاطمه بنت محمد و آسیه زن فرعون هست. همه این نشانه اون است که خدیجه یک زنی بزرگی بود، یک زنی بود که مال خودش را وقف این دین کرد، مال خودش را وقف دعوت کرد، مال خودش را نثار یک شوهری وفاداری کرد که رسالت عالمی را به عهده داشت. بینندگان گرامی، این بود بعضی از حادثه های گلچینی که از حیات پیامبر برایشون بیان کردم، یعنی کتاب بعثت پیامبر علیه السلام. اینجا دیگر توقف میکنیم. دوستان گرامی، در حلقه آینده درباره فرآمدن جبرئیل علیه السلام و وحی اولین به پیامبر علیه السلام بعد تنفس 600 ساله که دیگر آسمان از زمین خبرش کنده شده بود، بعد از 600 سال جبرئیل علیه السلام اومد و به پیامبر علیه السلام وحی آورد و این چگونه بود و چه حکمت هایی هست و چه چیزهای پیش از این به وقوع پیوسته بود، ان شاء الله در حلقه آینده خواهیم فهمید. شما را به پناه خدای تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.